آمين. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. محترم جماعت، امروز 18 ماه شوال سال 1427 هجری مطابق 10 نوامبر سال 2006 میلادی روز جمعه است. امید شما را چون هر وقت با این روز سید تبریک و تهنیت گفته برایتان از درگاه خداوند مهربان تنصیحتی و خانه آبادی و سعادت آخرت را آرزو میکنم و دعا میکنم که خداوند مهربان هر یکی ما و شما را از فیض و برکات این روز سید روز جمعه برخوردار گرداند و تبرکاً با دعای از پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت را آغاز میکنم که پیامبر گرامی در دعاهای خود میگفتند یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ای گرداننده دلها استوار دار قلب مرا در دینت. دعا میکنیم که خداوند قلب ما و شما، دل ما و شما را همیشه در دین اسلام استوار نگاه دارد. از حضرت ابو یعلا شداد ابن اوس رضی الله عنه روایت است که رسول گرامی صلی الله علیه و سلم فرمودند الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها و تمنى علی الله الامانی. در حدیث امام ترمذی تحقیر رقمی 2459 که در کتاب ریاض الصالحین امام نووی ثبت شده است. در ضمن این حدیث پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم فرمودند که شخص زیرک، هوشیار، دانا آن کسی است که همیشه نفس خودش را حساب و کتاب میکند و آن را مراقبت میکند، یعنی نظارت میکند و برای حیات بعد از مرگش عمل میکند. اما شخص عاجزی، ناتوانی، بی‌پروا کسی است که
هوای او، خواهش او، از او چیزی طلب کند، نفس خودش را تابع آن میکند و آرزو میکند که خدا بخشنده و مهربان است و خدا مرا میبخشد. یعنی اگر ما در زندگی یک نفر انسان بینیم که دائما می‌دود از پی به دست آوردن پول چیست، همیشه وقتش را صرف میکند برای به دست آوردن پول و چیز و شخص خیلی ثروتمند هم هست، می‌بینیم این آدم بسیار آدمی هوشیار و زیرک است، دائم از پی زندگی است. اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی میگوید؟ شخصی هوشیار و زیرک و آگاه و باخبر آن کسی است که نفس خودش را دائما مراقبت میکند، یعنی نظارت میکند، حساب و کتاب میکند که همین عملهایی که من کرده استاده‌ام کدامش موافقی گفتی خدا و پیغمبر و کدامش خلافی گفتی خدا و پیغمبر است. اگر بیند که عملهای کردگیش موافقی گفتی خدا و پیغمبر، شکر میکند و باز هم دعا میکند که خداوند آن را قبول کند. اگر بیند که کدام عملش خلافی گفته خدا و پیغمبر است و دائما آن را در استاده در حال چیکار میکند؟ از آن امری که خلاف شریعت است و گناه است، خطا است، پشیمان میشود، توبه میکند و از خدای تبارک و تعالی مغفرت طلب میکند که این گناه مرا ببخش. اما آدمی عاجز که عاجز آن کسی است که گفتم پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر چیزی که نفسش از او چیزی را طلب میکند، خواهشش از او چیزی را طلب میکند، از پی آن رفتن میگیرد. چرا این کار را کردی؟ دلم کشید کردم. چرا به این عمل رفتی؟ دلم کشید رفتم. چرا این چیز را میخوری؟ دلم کشید خوردم. چرا این چیز را نوشیدی؟ دلم کشید نوشیدم. یعنی هر چی که هوای او، خواهش او از او طلب میکند برای آن را غلاموار اجرا کردن میگیرد. این انسان عاجز است. اولا در نزد همون خواهش های نفسانش عاجز است که هر چی که میگه نگاه نمیکند که آیا شریعت این را حلال کرده است یا حرام، من کرده است یا اجازت داده است. عاجز است، هر چی که میگه کردن میگیرد. دیگر عاجز است که فردا روز قیامت دیگر از عذاب آن گناه و خلاصهایش خودش را نجات داده نمیتواند. بنابراین وظیفه ما و شما بنده ها، وظیفه ما و شما امتان محمد صلی الله علیه و سلم موافق این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم این است که ما دائما نفس خود را زیر نظارت گیریم. ما نباید که وقتی پگاه نماز بامداد خواندیم دیگر تا پیشین بی‌پروا باشیم و هر چیزی که دل ما خواست کنیم و هر چیزی که دل ما خواست آن را گفتن گیریم. و یا وقتی که نماز پیشین خواندیم، من نماز خواندم گفته ایستاده، دیگر تا نماز عصر ما و شما بی‌پروا باشیم که هر چیزی که دل ما میکشد آن کار را کردن گیریم و هر جایی که دل ما خواست به آنجا رفتن گیریم. و یا ما و شما نباید که یک ماه شریف رمضان روزه داشتیم عبادت کردیم، بعدی که ماه شریف رمضان تمام شد عید کردیم، ما و شما تمام دیگر لجام نفس خود را سر داده ماندیم که دیگر هر کجایی خواهیم رویم، هر کاری که خواهیم کنیم و هر سخنی که خواهیم گوییم، هر چیزی که خواهیم خوریم و هر چیزی که خواهیم نوشیم. نه، بلکه موافق این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما همیشه نفس خود را زیر نظارت گیریم که نفس ما از ما چی طلب کرده ایستاده است. طلبات نفس ما اگر موافق شریعت باشد ما خواهش آن را اجرا کنیم، اگر طلبات نفس خلاف شریعت باشد ما باید از آن دست کشیم.
آن وقت ما از جمله انسان‌های هوشیار و زیرکی هستیم که عمل‌های کرده ساده ما و شما نه تنها آبادی این دنیا بلکه برای سعادت آخرت ما و شما است. برای آن که ما همیشه در اطاعت شریعت باشیم، همیشه نفس خود را زیر نظارت داشته باشیم، باید اطاعت کی را کنیم؟ اطاعت خدا و رسولش را کنیم که خداوند تبارک و تعالی در سوره انفال 2 آیت پی در همی که خطاب به بنده های مؤمنانش میکند بفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. یعنی خداوند از بین ملی اردها انسان‌هایی که در کره زمین زندگی میکنند مخصوص بنده‌های مؤمنش را با لطف و مهربانی خطاب میکند و مراجعه میکند. میگه یا ایها الذین آمنوا، ای آنانی که صاحب ایمان هستید. وقتی که خدا یا ایها الذین آمنوا گفت، پس دیگر کافرها و مشرکها از این خطاب خدا بیرون هستند. خدا اینجا به کافرها و مشرکها هیچ چیز گفته نیست، به آنها کاری ندارد. وقتی که یا ایها الذین آمنوا گفت، پس باید ما بنده های مؤمن با تمام وجود گوش اندازیم که خدا به ما بنده های مؤمنش چی میگوید. خدا میگوید اطیعوا الله و رسوله، ای بنده هایی که صاحب ایمان هستید اطاعت کنید الله و رسول او را. یعنی هر چیزی که الله به شما گفته است آن امر را اجرا کنید و از هر چیزی که الله شما را منع کرده است از آن خود را باز دارید. هر چی را که الله به شما حلال کرده است از آن استفاده کنید و هر چی را که الله برای شما حرام کرده است از آن پرهیز کنید و خود را پاک دارید. و هر چیزی که رسول خدا محمد صلی الله علیه و سلم به شما گفته است آن را کنید و از هر چیزی که رسولش محمد صلی الله علیه و سلم منع کرده است باز ایستید و خود را نگه دارید. ولا تتولوا عنه وانتم تسمعون، شما رو نگردانید از گفت خدا و پیغمبر و حالا که شما آن را گوش میکنید. و به شما گوش میکنید چرا؟ مفسرها در تفسیر این آیه میگن که یعنی موعظه و قرآن. وقتی که شما موعظه را گوش میکنید، وقتی که شما قرآن را گوش میکنید که با واسطه قرآن شما را به یگان عبادت امر میکند، از یگان کاری من میکند، وقتی که شما موعظه گوش میکنید که پیامبر یک کار خوبی را به شما تعلیم میکند و یا از یگان کاری بد شما را آگاه میکنند و منع میکنند، شما شنیده ایستاده تعلیمات خدا و پیغمبر، شنیده ایستاده گفت خدا و پیغمبر را شما رو نگردانید. این به ما و شما بنده های مؤمن دخل دارد که ما و شما گفتی خدا و پیغمبر را بسیار گوش میکنیم. هر هفته ما و شما روز جمعه از گفتی خدا و پیغمبر گوش میکنیم. یک ماهی دراز در ماه شریف رمضان شب و روز ما و شما گفتی خدا و پیغمبر را شنیدیم. وقتی که شنیدیم خدا ما را امر میکند که ولا تولوا، دیگر اکنون شنیدید گفتی خدا و پیغمبر را، از گفت خدا و پیغمبر رو نگردانید. خدا شما را امر کرد نماز خوانید، نماز خواندید، پس چرا نماز را ترک میکنید؟ خدا شما را امر کرد زکات دهید، پس چرا زکات نمیدید؟ خدا امر کرد عرق نخورید، ریبا نخورید، پس چرا شما باز به این حرام ها خود را آلوده میگردانید؟
میخواد غیبت نکنید، پس شما چرا باز غیبت میکنید؟ شما شنیده ایستاده و گفتی خدا و پیغمبر را، چرا باز خود را عقیب میگیرید؟ چرا باز به گفتی خدا و پیغمبر عمل نمیکنید؟ این عمل شما که گفتی خدا و پیغمبر را شنیده ایستاده باز به آن عمل نمیکنید و آنچه را که خدا و پیغمبر منع کرده است شنیده ایستاده از آن باز نمیایستید. این صفت شما صفتی بنده های کافر و منافق را میماند و خدا میگوید که ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا یسمعون. شما ای بنده های مؤمن مثل آن انسان های نباشید که گفتند ما شنیدیم اما آنها نشنیدند. کافران قرآن میشنوند اما قرآن میشنوند و به آن عمل نمیکنند. چرا؟ برای اینکه شنیدن این برای فهمیدن و عمل کردن است. انسانی که یک سخن را میشنود و اما آن را نمیفهمد یا میفهمد و آن را عمل نمیکند، پس شنیدن او مثل نشنیدن است. شنیده است اما گویا که نشنیده است. چرا گویا که نشنیده است؟ برای آنکه به آن عمل نمیکند. این کافران بودند که پیغمبر را میشنیدند اما به پیغمبر ایمان نمی آوردند. پیغمبر را میشنیدند اما به گفت پیغمبر عمل نمیکردند. بنابراین خدا به ما و شما بنده های مؤمنش خطاب کرده ایستاده میگه که ای بنده هایی که صاحب ایمان هستید اطاعت کنید خدا و رسولش را و رو نگردانید از اطاعت خدا و رسولش در حالی که شما امری خدا و رسولش را میشنوید و شما مثل آن بنده های کافر و مشرک و منافقه نباشید که گفتی خدا و پیغمبر را شنیدم گوید اما شما در حقیقت نشنیده باشید. یعنی گفتی خدا و پیغمبر را شما عمل نکنید. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. و خدا مثل میزنه میگه البته بدترین حیوان ها نزد خدای تعالی آن حیوان هایی هستند که آنها کر و گنگ هستند. یعنی آنهایی هستند که آواز را میشنوند اما آن را عقل نمیکنند، آن را نمیفهمند. همه حیوان هایی که در دنیا هستند آواز را میشنوند، گوش دارند. انسان هم از جمله حیوان ها است، فقط انسان با عقلش از دیگر حیوان ها فرق میکند. این حیوان ها هم آواز را میشنوند و موافق همون آواز آنها عمل میکنند حتی و همون فهمیش خودشان موافق. که مثلا اگر شما خر را ایخ گویید ولی راه میرود میدود، اگر ایش گویید میایستد. و دیگر حیوان ها هم به خودشان موافق اگر شما سخن گویید سخن شما را میشنوند و به گفت شما عمل میکنند. انسانم حیوان است و گوش دارد و میشنود و برای این خداوند به انسان عقل داده است، هوش داده است که وقتی به او سخن گفته می شود او همون سخن نیک یا بد بودنش با عقل خودش فرق کرده می تواند. بنابراین انسانهایی که سخن خدا و پیغمبر را می شنوند و اما به آن عمل نمی کنند آنها از حیوان هم نزد خدا بدتر هستند. چرا که حیوان اگر یک کار کنگویی میکند نه کنگویی نمیکند، خر ایخ گویی میرود و ایش گویی میستد، اما انسانی که خداوند او را آفریده، برای او عقل داده، برای او قرآن فرستاده، برای او پیغمبر فرستاده، نیک عظمت برایش معلوم و روشن کرده ایستاده، گوید که ای بنده مسلمان نماز خوان نماز نخواند، ای بنده مسلمان زکات ده زکات نده، ای بنده مسلمان روزه دار روزه ندارد، ای بنده مسلمان
ربا نخور پاره نخور ربا خورد پاره خورد. ای بنده مسلمان عرق نخور زنا نکن عرق خورد زنا کند. ای بنده مسلمان دروغ نکن غیبت نکن غیبت کند دروغ کند. ای بنده مسلمان همسایه خودت را آزار ده همسایه‌اش را آزار ده. خر ایخ گویی رود و ایش گویی ایست تو بنده مؤمن گویی که نماز خوان نخون. صاحبش آفریدگارش بود که امر کند که نماز خوان عرق نخور عرق خور. اینها به مانند حیوان هستند بلکه از حیوان هم بدتر هستند. ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم. یعنی ها انسان ها این روز در کره زمین زندگی میکنند نه تنها اطاعت خدا و پیغمبر را نمیکنند بلکه خدا و پیغمبر را نمیشناسند و شناختن هم نمیخواهند. بنابراین خدای تعالی میگه که اگر در همین خیلی انسان ها خدای تعالی خیر را میدانست البته که با آنها امر خودش و پیغمبرش را میشنوانید میفهمانید. آنها میشنیدن میفهمیدن لیکن خدای تعالی میداند که آنها با وجود شنیدن و فهمیدن هم به آن عمل نمیکنند. و ما میبینیم در حیات خود در همین جمعیتی که همه دعوای اسلام میکند انسانهایی را که میشنوند گفت خدا را اما اجرا نمیکنند. میدونند امروز کی نمیدونه که نماز فرض است میدونند اما نمیخونند. آنها فهمیدند که زکات فرض است اما نمیدهند. میدانند که قرآن عرق حرام گفته است اما نمیشند. میدانند که ربا را حرام گفته است اما میخورند. ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. و خدا میگه که اگر خدا به آنها شنواند و فهماند هم آنها از این گفت خدا روی میگردانند. برای چی؟ برای اینکه آنها اطاعت خدا و پیغمبر را کردن نمیخواهند. آنها در دلشان خواهش اجرا کردن امر و فرمان خدا و پیغمبر نیست. آنها در اطاعت خواهش‌های نفسانی خودشان هستند. هرچی که خواهششان از او طلب میکنند آنها را اجرا میکنند. هر چیزی که خدا و پیغمبر آنها را امر میکنند و آن چیز اطاعت نمیکنند. بنابراین خداوند تبارک و تعالی ندای دیگری میکند مخصوص ما و شما بنده های مؤمن و مسلمان. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای آنانی که صاحب ایمان هستید استجابت کنید، یعنی قبول کنید فرمان خدا و رسول خدا را وقتی که شما را دعوت میکنند خدا و رسولش و آن چیزی که آن چیز شما را زنده میکند. یعنی آن چیزی که ما را زنده میکند این قرآن است. چرا که قرآن چیست؟ اگر ما به این سوال خواهیم که جواب گیریم بهترین و روشنترین و کوتاه‌ترین جواب خود قرآن برای ما شما می‌دهد. در آخر سوره نون استعیذ بالله و ما هو الا ذکری للمؤمنین. قرآن هیچ چیز نیست. قرآن تنها و تنها پندی است برای آمنین. خدا قرآن نازل کرده است تا که ما و شما قرآن خوانده ایستاده از آن پند گیریم. بنابراین خدا میگه ای آنانی که صاحب ایمان هستید قبول کنید دعوت خدا و رسولش را وقتی که شما را دعوت میکند خدا و رسولش و آن چیزی که یعنی قرآنی که شما را زنده میکند. زنده حقیقی. انسانی که قامت زیبا دارد،
حسن زیبا دارد، لباسهای قیمت‌بها دارد، ثروتی فراوان دارد، اما ایمان ندارد، اما ترس خدا ندارد، اما تقوا ندارد، اگر چندی که در زندگی با این همه داراییش هوشیار و چپقانه است، او در حکم مرده است. زنده آن انسان را میگن که در دل ایمان و باور به خدا و رسولش دارد. زنده حقیقی آن انسانی است که امر و فرمان خدا و رسولش را اجرا میکند. زنده حقیقی آن شخصی است که حیاتش با تقوا، با آداب و اخلاق قرآنی میگذرد. و زنده حقیقی آن کسی است که با ایمان و عملهای صالح از دنیا می رود و در آخرت خداوند او را از جمله بندگان نیکش گردانسته ایستاده داخل جنت جاویدان می‌گرداند که دیگر هیچگاه یگان لحظه برای او مرگ وجود ندارد. زنده حقیقی این بنده است. بنابراین شریعت اسلام و آن چیزی که شریعت اسلام با واسطه قرآن و پیغمبرش ما را دعوت می‌کند، ما را تعلیم می‌کند، به خاطر چی؟ به خاطر آن است که ما انسانوار در روی زمین زندگی کنیم و با ایمان و عمل صالح این دنیا را ترک کنیم و خداوند در نتیجه ایمان و عمل صالحی که ما از این دنیا میبریم همراه خود با فضل و کرم خودش ما و شما را داخل جنت جاویدان گرداند که دیگر لحظه مرگ ما و شما را در آنجا فرا نگیرد. بنابراین خدا امر میکند که ای آنانی که صاحب ایمان هستید قبول کنید دعوت خدا و رسولش را وقتی که شما را دعوت میکند خدا و رسولش و آنچه که شما را زنده میکند. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. و بدانید ای بنده ها، یعنی ای بنده های مؤمن، این که خدای تبارک و تعالی حائل می شود بین انسان و بین قلب او و آگاه باشید و دانید این که همه شما بعد از مرگ نزد خداوند زنده کرده می شود. یعنی ما و شما هیچ کار را کرده نمیتوانیم و هیچ عبادت ما و شما مشرف گشته نمیتوانیم مگر با اراده خدا و لطف و مرحمت خدا. بنابراین ما و شما باید همیشه کوشش کنیم که دعا کنیم که خداوند ما را به طاعت و عبادت توفیق دهد. بنابراین پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دائما دعا میکردند که یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. شما یک بار هوشیار شوید، شما یک بار با تمام وجودتان گوش کنید که این دعا را کی میکرد؟ پیغمبر، بهترین انسان، حبیب خدا، ذاتی که خداوند تمام گذشته و آیندهشان بخشیده و برایشان در جنت بلندترین مقام محمود را وعده کرده است. اما با وجود همه این امکانیت هایی که پیغمبر داشتند دائما دعا میکردند که یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ای گرداننده دلها، دل مرا در دین خودت که اسلام است استوار نگاه دار. استواری بنده در دین خدا این با نظارت کردن نفسش است. اما شما ببینید امروز امت پیغمبره که اگر نماز میخوانند باقی خیال بکنند که همه گناهشان بخشیده شد و هر عملی میکنند دیگر هیچ ضرری به آنها ندارد.
ببینید امروز امت پیغمبر صلی الله علیه وسلم که باید ماه عبادت خود آنقدر مینازند فخر میکنن و آن تکیه میکنن که 11 ماه دیگر در دوام سال عبادت خدا را ترک میکنند، در حالی که پیغمبر دعا میکردن که ای گرداننده دلها دل مرا در دین خودت استوار نگاه دار. یعنی پیغمبر خوف داشتن با آن همه امکانیت ها و مقام و مرتبه ها، پیغمبر میترسیدن از آن که مبادا دل مرا شیطان ویران کرده ایستاده لحظه از راه خدا مرا بیرون نکند. پس ما امت پیغمبر هم وظیفه‌دار هستیم که پیرو پیغمبر باشیم و دائما نفس خود را نظارت کنیم که آن چیزی که نفس از ما طلب کرده ایستاده است ما اولا باید نگاه کنیم که آن چیزی طلب کرده نفس موافق شریعت اسلام است یا نه، موافق فرموده خدا و رسولش است یا نه. اگر باشد ما آن کار را کنیم و آن را بریم، اگر خلاف آن باشد ما باید از آن دست کشیم، چرا که خدا به واسطه این آیت ما را امر میکند که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطاعت کنید الله و رسول او را. خدا ما را دعوت میکند که قبول کنید دعوت الله و رسول او را وقتی که شما را دعوت میکنند و هیچگاه خدا و رسولش ما بندگان را به آن چیز دعوت نمی کنند، به آن راه دعوت نمی کنند که آن سبب و باعث هلاکت و بدبختی ما و شما باشد، بلکه هر دعوتی که خدا و رسولش ما بندگان را می کنند فقط و فقط برای سعادت ما و شما، خوشبختی ما و شما هم در دنیا و هم در آخرت است. چرا ما باید همیشه مراقب نفس خود باشیم، نفس خود را دائما در نظارت باشیم که مبادا از راه خدا و رسولش بیرون نرود، چرا که حیات برادران عزیز فقط همین دنیا نیست. انسان فقط در روی همین زمین زندگی کرده ایستاده، بعد که مرد قصهش به پایان نمیرسد، بلکه و انه الیه تحشرون. خدا ما را آگاه میکند که دانسته باشید که همه شما بعد از مرگ زنده کرده میشوید در نزد خدا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شدید العقاب. و بترسید، تقوا کنید از آن فتنه‌ای که وقتی که می بیاید فقط بالای ظالم ها و از اطاعت خدا و رسول بیرون رفته ها نمی بیاید، بلکه وقتی که در یک جمعیت گناه و نافرمانی خدا و رسولش زیاد شد، خدا وقتی که بالای آن قوم عذاب را می بیارد دیگر نیک و بد همه به همون عذاب گرفتار میشه. بیان نکنیم که من که نماز میخوانم از عذاب خدا من بیرون هستم، نه، بلکه وقتی که در جمعیت نافرمانی خدا و رسول زیاد شد، بینماز زیاد شد، عرقخور زیاد شد، زناخور زیاد شد، رباخور زیاد شد، پاره‌خور زیاد شد، دزدی زیاد شد، ظلم به یکدیگر زیاد شد، حق همدیگر خود زیاد شد، بعدا خدای تعالی عذاب بالای همه مردم میآورد که نیک و بد گرفتار آن عذاب میشه. و البته عذاب هم شرط نیست که کوه بیاد بالای ما چپه شود یا آب بیاد بالای ما و شما ما را زیر کند، بلکه عذاب پرابلم هایی که امروز انسان ها در جمعیت های خود دارند، بیماری های تبابت نشونده، وضعیت های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی که امروز هیچ یک جمعیت در دنیا از این پرابلم ها خالی نیست و اینها همش نتیجه نافرمانی بنده ها است. بنده ها وقتی که از فرمان خدا بیرون می روند
بنده ها وقتی که به گناه و عصیان غرق میشوند، خداوند این سختی ها و این مشکل ها را بالای بندگانش میبیارد. و غیر از این ما و شما دائما میشنویم به واسطه اخبارات که مثلا جایی را آب زیر کرده است، جای زمین لرزه شده است و هزارها مردم بیخانه شدند، هزارها مردم هلاک شدند، هزارها مردم یله‌دار شدند. و انسانیت چیکار میکند؟ جمع میشود، مجلس میکند، حساب میکند چند قدر ضرر شد، چیکار باید کرد. اما در یگان این مجلس ها و این جمع شده ها ما نمیشنیم که باید که چرا این مصیبت ها به سر ما آمد، ما چیکار کرده ایستادیم، ما چگونه زندگی کرده ایستادیم، ما کدام عملهای کرده ایستادیم که امروز به این چیز گرفتار شده ایستادیم. این چیز هیچ کس نمیدونه. و حالا که خدا آگاه کرده مانده است که تقوا کنید، یعنی بترسید از آن فتنه‌ای که وقتی که خدا آن عذابی را که خدا می‌بیارد بالای فقط گناهکارها نمی‌بیارد، بلکه وقتی که آن عذاب به سر گناهکارها می‌بیارد، ظالم‌ها می‌بیارد، نیک و بد همه گرفتار آن عذاب می‌شوند. و علموا ان الله شدید العقاب، و آگاه باشید که خدای تعالی بسیار سخت عذاب کننده است. عذاب‌هایی که انسان از طرف یک انسان دیگر می شود و آن طاقت کردن ممکن، و عذاب‌ها گذرا است. اما عذابی که خدا اگر بنده‌اش را با آن گرفتار کند، دیگر بنده از آن عذاب خودش را خلاص کرده نمی‌تواند و به آن عذاب طاقت هم کرده نمی‌تواند. بنابراین ما و شما برادران عزیز باید دائما در کوشش و غیرت آن باشیم که اطاعت خدا و رسولش را کنیم. هر چیزی که نفس از ما طلب می‌کند ما آن را اولا به گفت خدا و رسولش پیشنهاد کنیم. اگر خدا و رسولش اجازت داده و حلال گردانیده از آن چیز استفاده کنیم، آن عمل را به جا بیاریم. اما دیدیم که خدا و رسولش از آن چیز ما را منع کرده است، ما باید از آن چیز دور ایستیم. و نه تنها خود بلکه ما و شما خاندان خود را هم باید اینکه تعلیم کنیم. خاندان خود را هم باید ما و شما آگاه کنیم که در نتیجه بی نمازی و بی طاعتی و بی عبادتی خدای تعالی نه تنها آنها بلکه همون خاندان را به عذاب گرفتار میکنه. که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعذاب من عنده. حدیث از طریق امام بخاری روایت شده است که در تفسیر ابن کثیر در تفسیر همین آیات‌های سوره انفال آورده شده است. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که البته انسان‌ها وقتی که یک ظالم می‌بینند که یک کاری نادرست می‌کند، ظالم گفته عادتا ما کی ببینیم؟ ظالم همون انسانی که یک کسی زده ایستاده باشد یا حقش خورده ایستاده باشد یا وی کشد، ما بگیم ظالم. اما ظالمترین انسان آن انسانی است که نفس خودش به ظلم کند، که خدا و رسولش او را امر کردند که نماز نخواند. این ظالم است که انسان و خودش ظلم کرده است که از اطاعت خدا و رسول بیرون رفته، خود را به آتش دوزخ سزاوار کرده ایستاده است. ظالم آن انسانی است که خدا گفته است که عرق نخور و عرق میخورد. ظالم است آن انسانی که خدا گفته است ربا نخور، پاره نخور، ربا میخورد، پاره میخورد. ظالم ترین انسان است. ظالم است انسانی که خدا و رسولش گفته است غیبت نکن، دروغ نگو، دروغ میگوید، غیبت میکند. بنابراین پیغمبر علیه السلام گفتند که انسانها وقتی که میبینند ظالمه که ظلم کرده ایستاده است، یعنی کاری بدی را انجام داده ایستاده است و پیشگیری نمیکنند اونها. هستند خاندان‌هایی که پدر یا اینکه پدر و مادر نماز میخوانند
اما فرزندشان نماز نمیخوانند، پروایی ندارند. کلام شاید عقلش میدارم بریز. خاندان‌هایی هستند که پدر مادر نماز میخوانند اما فرزند تنها نماز میخوانند، عرقخور است. خاندان‌هایی هستند که پدر مادر نمازخوان هستند اما فرزندان نشکش، زیناکار، دوست. میبینن این چیزا اما پیش راهش نمیگیرن، یا شاید یکم مراتبه یا 2-3 مراتبه بگن بچه هم تو نکن اما دیگر پروا ندارن. بنابراین پیغمبر علیه السلام گفتن که انسان‌ها میبینن ظلم رو، میبینن یک انسانی که کاری نادرست کرده ایستاده است، کاری خطا کرده ایستاده است اما پیش راه آن را نمیگیرن. برای از آن کار دست کشیدنش چاره ها نمیجویند. برای فرزندشان نمازخوان شدن یگان خیر حرکت نمی کنند. برای فرزندشان از عرقخوری دست کشیدن یگان خیر حرکت ندارند. برای فرزندشان از زنا و دزدی دست کشیدنش هیچ خیر حرکت ندارند. قریب است اینکه خدای تعالی عذاب را بالای همه آن انسانها خواه نیک و خواه بد بیاماند. اگر ما مقیاس جمعیت گیریم هم همین است که اگر امر معروف و نهی منکر نباشد، یکی از راه‌های پیشگیری کردن ظلم، گناه، خطا، فسق، فجور این امر معروف نهی منکر است. امر معروف نهی منکر برای ما و شما مردم مسلمان فرض است. بنابراین یکی از راه‌های پیشگیری عملهای زشت و نافرمانی خدا و رسولش این امر معروف و نهی منکر است که وقتی ما و شما می‌بینیم اینجا امر معروف و نهی منکر میشنویم، ما وظیفه‌دار هستیم که این امر معروف و نهی منکر را به دیگرها و پیش از همه به خاندان خود برده رسانیم. هفته پیش 2-3 جوان خواهش کردن که اگر اجازه دید ما همین امر معروف و نهی منکر و عموما برآمدهای شما را در لینت نویسیم. من گفتم چیکار میکنیم؟ گفتن که برای خاندان خود و برای رفیقهای خود برده این چیز را میشنوانیم، نمایش میدیم تا که آنها هم فهمند که چی وظیفه دارند آنها در زندگی. اگر شما اینقدر نیتی خوبی دارید ما هیچگاه این چیز رو هم نمی کنیم. هر یکی ما و شما باید چنین کار را کنیم. هر یکی ما و شما باید آن امر معروف و نهی منکری که میشنویم به دیگرها و پیش از همه به خاندان خود ما و شما این چیز رو برسانیم. 1 بار 2 بار 3 بار گفتن که دیگه گفتن نشد نگویید. ما هر هفته وقتی که امر معروف و نهی منکر میشنویم وقتی ایستاده خاندان خود را آگاه کنیم. هر روز خاندان خود را ما و شما امری به نماز کنیم، امری به عبادت کنیم. هر روز ما آگاه کنیم از عاقبت گناه کردن و از اطاعت خدا و رسولش بیرون رفتن که بچه‌ام اگر از اطاعت خدا و پیغمبرش بیرون برای این بلا به گرفتار میشی. نه تنها خودت بلکه تو خاندان گرفتار میکنی به این چیز. بنابراین برادران عزیز ما یک چند لحظه عبادت کردیم ایستاده مثلا نمازی بامدادی یا نماز. آمین. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. سبحان الله رب العالمين.
لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. محترم جماعت، امروز 18 ماه شوال سال 1427 هجری مطابق 10 نوامبر سال 2006 میلادی روز جمعه است. امید شما را چون هر وقت با این روز سید تبریک و تهنیت گفته برایتان از درگاه خداوند مهربان تنصیحتی و خانه آبادی و سعادت آخرت را آرزو میکنم و دعا میکنم که خداوند مهربان هر یکی ما و شما را از فیض و برکات این روز سید روز جمعه برخوردار گرداند و تبرکاً با دعای از پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت را آغاز میکنم که پیامبر گرامی در دعاهای خود میگفتند یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ای گرداننده دلها استوار دار قلب مرا در دینت. دعا میکنیم که خداوند قلب ما و شما، دل ما و شما را همیشه در دین اسلام استوار نگاه دارد. از حضرت ابو یعلا شداد ابن اوس رضی الله عنه روایت است که رسول گرامی صلی الله علیه و سلم فرمودند الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها و تمنى علی الله الامانی. در حدیث امام ترمذی تحت رقم 2459 که در کتاب ریاض الصالحین امام نووی ثبت شده است. در ضمن این حدیث پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم فرمودند که شخص زیرک، هوشیار، دانا آن کسی است که همیشه نفس خودش را حساب و کتاب میکند و آن را مراقبت میکند، یعنی نظارت میکند و برای حیات بعد از مرگش عمل میکند. اما شخص عاجزی، ناتوانی، بی‌پروا کسی است که هوای او، خواهش او از او چیزی طلب کند، نفس خودش را تابع آن میکند و آرزو میکند که خدا بخشنده و مهربان است و خدا مرا میبخشد. یعنی اگر ما در زندگی یک نفر انسان بینیم که دائما میدود از پی به دست آوردن پول چیست، همیشه وقتش را صرف میکند برای به دست آوردن پول و چیز و شخص خیلی ثروتمند هم هست، میگوییم این آدم بسیار آدمی هوشیار و زیرک است، دائم از پی زندگی است. اما پیغمبر
پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی میگویند؟ شخصی هوشیار و زیرک و آگاه و باخبر آن کسی است که نفس خودش را دائما مراقبت